سلام خدمت دوستان. امروز قصد دارم در خصوص اصول شهروندی تو آمریکا و تحقیقاتی که الان داره ترامپ انجام میده تا این اصول شهروندی خود به هم بریزه براتون صحبت کنم. امروز که صحبت میکنم براتون اول جولای 2025 یک قانونی توی آمریکا وجود داره به نام Birthright Citizenship، اصول شهروندی از طریق تولد، چیزی که همه شما تا کنون میدونستی هر شخصی که بتونه وارد آمریکا بشه و توی آمریکا فرزندی به دنیا بیارید، اون فرزند ناخودآگاه تبعی کشور آمریکاست. ترامپ داره چه کار میکنه؟ داره توی این قانون دستکاری میخواد بکنه و یه تعریف جدیدی ازش ارائه بده. همونطور که خاطرتون هست تو 4 سال اول دوره ترامپ، اون موقع ترامپ از اینجور دستور زیاد میداد ولی اجرایی نمیشد. چرا اجرایی نمیشد؟ چون که گروه های مدافع حقوق بشر میرفتن توی دادگاه فدرال شکایت میکردن، دادگاه فدرالی حکم میداد که بهش میگن اینا احکام سرتاسری نشنال واید به عبارت، یعنی احکامی که در سرتاسر آمریکا لازم الاجراست. خلاصه یکی از این حکم رو صادر میکردن و وقتی صادر میشد دیگه اون حکم عملا قدرت خودش رو تو سرتاسر آمریکا از دست میداد. حالا اومده چه کار کرده؟ ترامپ اومده و گفته که از طریق دیوان عالی آمریکا رفته و نقش حکمی آورده که نقش قضات فدرال رو محدودتر میکنه. به عبارتی چه کار میکنه؟ اومده گفته که قضات فدرال از این به بعد نمیتونن به این راحتی احکام سراسری صادر کنن. قضات فدرال با این کاری که انجام میدن نقد دولت رو به هم میریزن، دست ما رو میگیرن. خلاصه از اینجور حرفا زده و تونسته حکم بگیره که دیگه قضات فدرال به این راحتی نتونن احکام نشنال واید و سرتاسری صادر کنن. رو همین حساب حالا که تونسته این کار انجام بده، میخواد اون قوانینی که مد نظرش هست رو پیاده کنه، از جمله قانون Birthright Citizenship که مطابق متمم 14 قانون اساسی شده. متمم 14 قانون اساسی آمریکا برمیگرده به سال 1866. من اجازه بدید متن متمم قانون اساسی رو براتون بخونم. اجازه بدید عرضم به حضورتون که میگه تمام کسانی که در ایالات متحده متولد شده یا تابعیت آن را دارا هستند و تحت صلاحیت قضایی آن میباشند تبع ایالات متحده و ایالت محل اقامتشان محسوب میشوند. این حالا ترامپ اومده چی میگه؟ میگه که یه تعریف جدیدی رو میخواد ارائه بده از مفهوم تحت صلاحیت قضایی. داره میاد میگه افرادی که با ویزای توریستی اومدن یا افرادی که مهاجران غیرقانونی هستن، اینها اگر در خاک آمریکا بچه به دنیا میارن، چون که تحت صلاحیت قضایی دولت آمریکا نیستن، نمیتونن بچهشون تبعی آمریکا باشه یا گفتم خدمتتون یا حتی با ویزای توریستی. این موضوع باعث شده که گروه‌های حقوق بشری دیگه مثل قبل نتونن برن به دادگاه فدرال شکایت کنن، باید برن به چند تا دادگاه فدرال شکایت کنن و این دادگاه فدرال حتی اکثر میتونه توی اون ایالت خاص، اون ایالتی که هست، یه حکم سراسری بده، نه تو کل آمریکا. البته شرایط استثنایی وجود داره که میتونن دادگاه‌های فدرال احکام سراسری بدن که بعدا خدمتتون عرض میشه، ولی فعلا تا همینجا بدونین که حد اکثر حکمی که میتونن دادگاه‌های فدرال فعلا بدن در خود ایالتشونه. مشکل دیگه که حقوق بشری پیدا کنن، گفتم باید چند جا برن شکایت کنن و ایالت به ایالت این به قول معروف دستور لغو بشه. هرچند ایالت هایی که دموکرات هستن خودشون گفتن که ما این دستور اجرایی نمی کنیم، از جمله مثلا ایالت های مثل کالیفرنیا، مثلا ویسکانسین، مثل واشنگتن گفتن ما این اجرایی نمی کنیم. دوباره حالا مشکل ایجاد میشه که یه سری جزیره های شهروندی ایجاد میشه. جزیره شهروندی چیه؟ یعنی که اون شخصی که میخواد با ویزای توریستی وارد آمریکا بشه نمیاد تگزاس، چون میاد تگزاس این دستور اجرایی میکنه و نمیذاره بچه شهروند آمریکا میشه. مستقیم میشه میاد کالیفرنیا، مستقیم میشه میاد واشنگتن. مشکل دیگه هم که خدمتتون قبلا عرض کردم، گروه‌های مدافع حقوق بشری که کارشون از این به بعد خیلی سخت‌تر میشه، باید در چندین دادگاه برن شکایت کنن. و خب حسنی که برای ترامپ داره اینه که خب دستش کاملا از این به بعد بازه، یعنی کلا حالا ترامپ و کلا دست قوه مجریه بازه که بتونه احکام بده که دیگه کسی نتونه جلوش به این راحتی بیسته.
حالا من دیگه خیلی نمیخوام بیشتر از 5 دقیقه صحبت کنم. انشالله در ویدیوهای دیگه یه مقداری راجع به سیز موارد بیشتر براتون توضیح میدم. ممنونم که توجه کردید.